سلام خدمت دوستان. خب تو این قسمت در خصوص نرم افزار جیرا که برای مدیریت پروژه و پیگیری وظایف هست میخوایم صحبت کنیم که توسط شرکت اطلسیان توسعه داده شده. عمدتا در تیم‌های نرم افزاری و توسعه چابک اجایل مورد استفاده قرار میگیره این نرم افزار و ما میخوایم تو این قسمت آموزش کار رو هم برای افرادی که مبتدی و تازه کار هستند بذاریم و آموزش بدیم و انشالله مفید باشه برای تمامی افراد در تیم‌های مختلف. این ابزار امکان ایجاد و سازماندهی تسک‌ها، باگ‌ها و ویژگی‌ها رو فراهم می‌کنه و از فریم‌ورک‌هایی مثل اسکرام و کانبان پشتیبانی می‌کنه و برای مدیریت پروژه در تیم‌های مختلف هم مورد استفاده قرار می‌گیره. جیرا با قابلیت‌هایی مثل بوردهای کاری، گزارشگیری، تعیین اولویت، زمانبندی و تخصیص وظایف به اعضای تیم کمک میکنه که پروژه ها شفاف، قابل پیگیری و منظم پیش بروند. خب میخوایم که با محیط نرم افزار جیرا آشنا بشیم و برای افراد تازه کار یک بوردی رو مشخص کنیم و یه سری وظایف و تسک ها رو بتونیم تو این بورد ها مشخص کنیم و با پارامترهای مختلف نرم افزار جیرا یه ذره کار کنیم و ببینیم که محیط جیرا به چه صورت هست و تیم ها چجوری میتونن از اون استفاده کنن. خب من حالا لینکش رو توی کپشن میذارم، لینکی که ما میتونیم وارد این نرم افزار بشیم. این لینک هست که بقیهش حالا برای کمپین تبلیغاتی که جیرا گذاشته استفاده کردن. لینکش رو تو کپشن میذارم تا شما هم بتونید وارد لینک بشید و وقتی که وارد لینک شدید وارد چنین فضایی میشید که محیطی داره برای ساین اپ کردن و شما میتونید به راحتی با جیمیل خودتون هم ساین اپ کنید و واردش بشید. حالا پایین تر خودش توضیحات مختلف در خصوص نرم افزار جیرا رو داده که شامل چه بخشایی هست و چه فیچرها و ویژگی‌های نرم افزار داره. بورد هست که حالا ما گفتیم که خیلی تو تیم‌های نرم افزاری استفاده میشه برای توسعه نرم افزار که از چارچوب‌ها یا فریم‌ورک‌های اسکرام و کانبان استفاده میکنن، ولی تیم‌های مختلف دیگه هم استفاده میتونن بکنن و حتی توی مراحل اولیه ثبت نام در این نرم افزار خودش مشخص میکنه که شما میخواید از چه بوردهایی استفاده کنید و کاستومایز میشه این بوردها برای شما در تیم‌های مختلف، یعنی تیم‌های مارکتینگ، تیم‌های منابع انسانی و غیره. خب اینجا معرفی میکنه که بورد رو داره، تایملاین داره. برای پروژه های مختلف ما میتونیم این تایملاین رو داشته باشیم که یک شروع کار و همچنین تاریخ پایانی یا تاریخی که تخمین میزنیم برای اتمام کار رو مشخص میکنیم. بعد گزارشگیری رو داره که نشون میده فعالیت و درصد پیشرفت پروژه نشون میده و بخش اتوماسیون که حالا یه ذره مباحث پیشرفته تر میشه و اون تخصیص وظایف رو به صورت اتوماتیک انجام میده رو داریم تو این بخش. بعد اینجا همونطور که گفتم نشون میده که ما میتونیم ورک فلو ها رو یا اون بخش بورد ها رو کاستومایز کنیم و مواردی رو که خودمون میخوایم بذاریم توی حتی عنوانش جاهای مختلف ما این مباحث رو داشته باشیم و همینطور بخشای مختلف رو خودش حالا توضیح داده و ما وارد نرم افزار میشیم. خب تو همون بخش ابتدایی همونطور که گفتم ما میتونیم ساین اپ کنیم و وارد این نرم افزار بشیم با ایمیلی که انتخاب میکنیم. با جیمیل هم میشه این ساین اپ انجام بشه. خب من یکی از اکانت های جیمیل رو انتخاب میکنم و وارد محیط جیرا میشم. خب اینجا یه عنوان میخواد برای کاری که شما انجام میدید. اگه سایتی دارید، پروژه‌ای دارید، میتونید عنوان اون رو استفاده کنید و من حالا مثلا میخوام برای یک تیم مارکتینگ این بورد رو ایجاد کنم. مارکتینگ تیم. مارکتینگ تیم ایران. یه عنوانی رو من انتخاب کردم و وارد این بخش میشم. خب همونطور که گفتم اینجا باید مشخص کنیم که
اون بورد یا اون ورک فلوی که میخوایم ازش استفاده کنیم و تمپلیتی که میخواد برای ما در اختیار ما قرار بده از کدوم بخش باشه و برای کدوم تیم باشه. همونطور که حالا گفتم اولش، کاستومایز هم ما میتونیم داشته باشیم، یعنی ما در ادامه میتونیم اون محیط رو باز کاستومایز کنیم و پارامترهایی که برای ما مفید هست و برای ما قابل فهم هست رو اونجا هم اضافه کنیم. خب حالا من گفتم برای تیم مارکتینگ ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، مارکتینگ رو انتخاب میکنم. خب حالا کارهایی که ما میخوایم از این جیرا استفاده کنیم، فعالیتش رو داشته باشیم، انتخاب میکنیم. مثلا من میخوام بخش مدیریت محتوای مارکتینگ رو داشته باشم، بعد ریپورت رو داشته باشم و حالا باز میتونیم بخش مختلف رو داشته باشیم. حالا من 2 تا بخش رو انتخاب کردم یا 3 تا بخش، مثلا لانچ کمپین رو میتونیم اینجا داشته باشیم. کانتینیو رو میزنم. اینجا عنوان اون پروژه رو میخواد، ما چه پروژه‌ای داریم. من میزنم اینجا مین پراجکت. خب اینجا خودش توضیح میده که توی تمپلیتی که میخواد بسازه چه مواردی هست. تاسک داریم، ریکوست داریم که میتونیم تخصیص بدیم به افراد، کمپین داریم که استراتژی‌های مختلف اون کمپین رو میتونیم بنویسیم با اهدافشون، کندیدیت داریم که ما میتونیم یک نفر رو در نظر بگیریم برای یک نقشی در اون ورک فلو، و بخش اسست رو داریم که میتونیم فایل ها یا ویدیو یا تصاویری که داریم رو اتچ کنیم. خب ورک فلوی معمولی ما باید این 3 تا بخش اصلی رو داشته باشه: to do، in progress و done. حالا باز ما میتونیم استاتوس دیگه ای رو همینجا اضافه کنیم و حتی توی ورک فلویی که حالا در ادامه میبینیم ما باز میتونیم یک بخشی از استاتوس رو اضافه کنیم. من اینجا فینیش رو میزنم. ما با همین 3 تا بخش کار رو استارت میزنیم و میریم برای دیدن تمپلیت و ورک فلویی که برای ما ایجاد میکنه. خب وارد حالا صفحه ورک فلو میشیم و میبینیم حالا چه بخشایی رو داره. حالا صبر میکنیم تا لودش انجام بشه. خب وارد این صفحه شدیم. اینجا عنوان پروژه رو زدیم بالا، مین پراجکت. بعد شما بخش مختلف رو میبینید. تو این بخش افرادی که اساین کردن و داخل این پروژه هستن رو همینجا که میبینید من دست موس اینجاست، اینجا نشون میده که چه افرادی هستن. بعد بورد رو نشون میده، 3 تا بخش اصلی رو نشون میده که ما تو این باید فعالیت هامون رو بنویسیم. کلندر رو داریم که حالا یه نکته که هست تو بخش کلندر بر مبنای برنامه کاری خارج هست و از مانده شروع میشه. ما حالا تو بخش ستینگش که این گوشه هست ما میتونیم شو ویکندز رو بزنیم و موارد ساندی و ساتردی رو هم ببینیم. خب این از این. ما تایملاین رو داریم که همونطور که گفتم ابتدا و انتهای پروژه رو نشون میده که به چه صورت انجام شده. بعد بخش مختلف پیجز رو داریم و حالا مواردی که کمتر استفاده میشه. خب ما میریم تو بخش بورد. میخوایم یک وظیفه‌ای رو بنویسیم، یک کاری رو میخوایم انجام بدیم که تو بخش تودو باشه، جزو کارهایی که میخوایم در مرور زمان انجام بدیم و اینجا تخصیص بدیم به افراد مختلف. من بخش کرییت که این بالا هست رو میزنم. تو این بخش نشون میده که عنوان پروژه‌مون چی باشه. حالا ما میتونیم پروژه مختلف رو انتخاب کنیم که همون مین پراجکتی که من مشخص کردم رو استفاده میکنیم. بخش اول ورک تایپ رو نشون میده که ما ورک تایپ های مختلف رو داریم: اپیک، تاسک، ریکوست و کمپین رو که تو هم مرحله قبلی هم حالا گفتم. فقط یه نکتهش اینه که اپیک برای حالا تیمای توسعه خیلی متداوله، برای چارچوب اسکرام که برای وظایف بزرگتر یا یک ویژگی یا فیچر بزرگتر که بعدا ما میخوایم این رو تقسیم کنیم به تاسک های کوچیکتر از این اپیک استفاده میکنیم. حالا ما برای تیم مارکتینگ میخوایم یه نمونه تاسک رو ایجاد کنیم و در ادامه ببینیم که به چه صورت ما میتونیم این فعالیت رو
توی بورد داشته باشیم و تخصیص بدیم به افراد مختلف. خب ما برای بخش تسک مثلا ما می‌نویسیم که نوشتن بلاگ پست هفته‌ای. خب این از این. خب بخش توضیحات داره که ما میتونیم در خصوص اون بلاگ پست توضیحات رو بنویسیم و اینجا همینطوری که میبینید قابلیت‌های مختلف داره. المنت ما میتونیم اضافه کنیم، لینک میتونیم اضافه کنیم، ایمیج و ویدیو و حتی میتونیم افراد رو هم منشن کنیم. خب اینجا من مینویسم که باید این هفته در خصوص پست اصلی شرکت یک مقاله 700 الی 1000 کلمه ای نوشته شد. خب این است. خب اینجا فردی که ما میخوایم بهش تخصیص بدیم که من حالا خودم هستم و میتونیم افراد مختلف رو اینجا بیاریم و اینجا باشون به اشتراک بذاریم، به تخصیص بدیم این وظیفه رو به این افراد. اولویت رو داریم، پریوریتی رو داریم که ما میتونیم اولویت این کار رو اینجا مشخص کنیم که همونطور که میبینید بالاترین و کمترین و مدیوم هم که حد وسط است. بعد ما میتونیم این رو بخش از یه پروژه یا ورکفلوی دیگه در نظر بگیریم. تخمین میزنیم که حالا برای دیو دیت تخمین میزنیم که این تسک تا کی انجام میشه. مثلا من برای الان 1 هست، من برای 4 تا 3 مثلا در نظر میگم که حتما انجام بشه. یک لیبلی رو ما میتونیم برای این مشخص کنیم. حتی اگه تیم رو مشخص کرده باشیم میتونیم اینجا اشاره کنیم و تو بخش استارت دیت رو هم مثلا ما برای 2 میزنیم، حالا مثلا 2 روز این فعالیت باید انجام بشه. اینجا باز اتچمنت داره و غیره. حالا من اینجا کرییت رو میزنم. خب این انجام شد. همونطور که میبینید تو بخش تو دو این تسک رو ما اضافه کردیم و در ادامه ما میتونیم توی بورد و توی تایملاین این موارد رو داشته باشیم. خب میبینید توی کلندر هم اینجا اومده و شما اینجا کلیک کنید بقیه موارد این تسک باز میشه و شما تمامی موارد رو میبینید. خب این بخش تو دو هست و شما اینجا میتونید وضعیت این پست رو هم مشخص کنید که فعلا این پروگرس رو ما میزنیم، یعنی در حال انجامه و اگه دان شد بخش دان رو اینجا انتخاب میکنیم. خب این از این که ما برای 2 و 3 این بلاگ پوستر رو داریم. باز ما توی بورد برمیگردیم و یک کرییت رو میزنیم. بعد تو بخش تودو اینجا مشخص میکنیم تو بخش تودو هست تولید محتوای ویدیویی. اینجا تو بخش توضیحات هماهنگی با تیم تولید محتوای ویدیویی برای ساخت تیزر تبلیغاتی. خب این مورد رو هم تو توضیحاتش نوشتیم. بعد اولویتش رو اینجا باز مثلا مشخص میکنیم که اولویت بالاتری داره، های رو میزنیم. دیو دیتش رو حالا این باز مثلا فرآیند تولید محتواش چون سخت تره ما مثلا 6 در نظر میگیریم و بعد در ادامه ما استارت دیتش رو هم برای 2 میزنیم. خب این از این مورد رو هم تو بخش تودو داریم. این پروگرس برای اون پروژه قبلی بود که حالا مشخص کردیم و حالا هر کدوم رو کلیک کنید باز اینجا میتونید استاتوسش رو به راحتی مشخص کنید و اینجا همونطور که میبینید باز همون پارامترهایی که موقع ایجاد تسک ما داشتیم اینجا هم ما میتونیم داشته باشیم. خب اینجا مثلا ما لیبل هم میتونیم بزنیم. اینجا مثلا میزنیم ویدیویی یا انگلیسی میزنم ویدیو. خب این انجام شد. این مثلا ما یه دونه لیبل شد ویدیو. بعد برای این یکی تسک که حالا این پروگرس هست ما میزنیم تکست کانتنت.
خب اینجا خطای چیزم اسپیس گرفت. خب همونطور که دیدی با اسپیس قبول نمیکنه، حالا وسطش دش میذاریم که این لیبل رو بتونه قبول کنه. تکست کانتنت رو میزنیم و اینطوری مشخص میشه که به چه صورت هست. همونطور که گفتم اینجا باز ما میتونیم استاتوسش رو مشخص کنیم و دوباره میتونیم توی ویو ورک فلو اینجا ببینیم که به چه صورت هست. اینجا ورک فلوی کلی رو نشون میده، تو دو، این پروگرس و دان. خب این از این. حالا من سعی کردم خیلی راحت و ساده یک بورد ساده ای از بخش جیرا برای تیم‌های مارکتینگ یا حتی تولید کنندگان محتوا استفاده می‌کنند و تیم‌های دیگه که تقریبا میشه گفت توی تمام تیم‌ها این بورد باید باشه که تو دو باشه، این پروگرس باشه و دان. حالا در ادامه من یک ویدیویی رو منتشر می‌کنم که ما بخش‌های مختلف رو میتونیم اضافه کنیم و یک ذره پیشرفته تر باشه استفاده از جیرا، ولی در همین حدش برای کارهای روزمره و برای تیم‌های مختلف میشه استفاده کرد و حتی ما میتونیم تیم‌ها رو با هم کلابریت کنیم توی بوردهای مختلف و مثلا تیم کانتنت میتونه با تیم برنامه نویسی با همدیگه در ارتباط باشن و ورکفلوهای همدیگه رو ببینن و این ارتباط باعث یک پارچگی در سازمان میشه. خیلی ممنون از توجه شما. این یک ورکفلوی ساده بود از کار با ابزار جیرا که ما میتونیم از این نرم افزار به نفع حسن استفاده کنیم برای پیشرفت پروژه‌های مختلف و حتی استفاده از اون در تیم‌های مختلف سازمان که بسیار ابزار حرفه‌ای هست و همه افراد در تیم‌های مختلف میتونن ازش استفاده کنن. تا آموزش‌های بعدی، فعلا خداحافظ.